سلامتی هاشم مرده. آقا میخوام یه مسئله مهمی بگم که کل جوونا باهاش درگیرن و اونم اینه که چطوری ما با کراشمون رفتار بکنیم. پسر باید جنم داشته باشه. اگه جنم نداری، شجاعت نداری، کلن عشق و عاشقی و کراش و اینا رو بیخیال شو. میگم واسه چی؟ خب موضوع اینه که آقا پسری که از یکی تو خیابون، رستوران، کافه خوشت اومده، باید اونقدر جربوزه، اونقدر اعتماد به نفس داشته باشی که بری جلو بهش بگی که آقا من ازت خوشم میاد، ابراز احساسات کنی، خیلی شیک و رسمی، نه خیلی خشک باشه نه که بی‌مزه بازی در بیاری. مسئله مهم اینجاست که اگه نتونی ابراز احساسات تو به طرف مقابل بکنی، یا تا آخر عمر یا حداقل تا یه مدتی دلت میسوزه، نمیسوزه، دلت چیز میشه، یه جوری میشه، همیشه پشیمونی که ای کاش میرفتم میگفتم. خب میرسیم به دختر خانوما شما هم وقتی از یکی خوشتون میاد باید یه جوری نشون بدید، نه سبک بازی در بیارید. پسر از دخترای سبک زهله زندشون میره. یعنی چی؟ یعنی متنفرن و اصلا نمیخوام با اونا وارد رابطه جدی بشن. دخترها یه کمی کارشون سخته، طرف مقابل باید یه اکشنی نشون بده، شما ریاکشن نشون بدید. گفتم ریاکشن هم خیلی متین، ولی نمکی مثلا بگی که آقا منم هستم دیگاره. آقا ولی وقتی هم با هم دوست شدید قدر همو بدونید، اون چند مدتی که با هم هستید لذت ببرید از زندگی، اینا تکرار نمیشه. مرسی که با من بودید، حرفامو گوش دادید. بازم از این ولاگا داریم. در پناه حق، صدق الله علی العظیم.